السلام علیکم داملا حاجی مرزا. من یک زن مادر اذیت کشیده هستم که امروز این نامه شکایت گویم یا نامه پر از درد و علم خود را به شما ارسال نمودم. با احترامانه از شما برادر اسلامی خواهش میکنم که نامه مرا بخوانید. من یک زن 54 ساله هستم. شکر صاحب 8 فرزند، 6 پسر و 2 دختر. 5 پسرم زندار هستند. یک تاش صنف 10 میخواند. دخترهایم خانه دارند. اما از پدر اینها حالا هم حقارت و تهمت و گپ‌های بیجا میشنوم. 5 سال پیش فرزند کلانی ام این پدر را به زیارت خانه خدا فرستاد. پس از گشت آمدنش همان گفتار و همان رفتارش را دوام داد. من از قرآن خداوند درسگیری می رفتم. گشته که می آمدم مرا می گفت که ای بیراهگر، از بهراگردی آمدی. دنیا در سرم چپه می شد. آخر برادرانم گفتند که دیگر نرو، هرچی که شوهر میگوید همان را کن. نرفتم. 3 سال شد هیچ جنگ و حقارت بس نمی کند. من یک کاسه شیر را برای خدا برای حق همسایه با همسایه دادم تا پیش دروازه از قفایم حقارت کرده آمد و مرا از همسایه نام گرفت. من خدا را شاهد میگیرم که این مرد از خدا نمی ترسد. مرا در پیش کلین ها و بچه ها غیبت میکند. یک روز در پیش بچه کلانیم با همراهی بچه سیومم گفتند که گویا من به او و به نبیره ام شیر نداده ام و شیر را با همسایه ام داده ام. بچه کلانیم از خدا شرم ناکرده و به سر خواهرش رفت و داد و وای کرده گفت که او را بگو به پدرم و به بچه من شیر بدهد. و طرف خواهرش گشت و گفت که تو رنگ همون مادرت سگ هستی. خب داملا این بچه کلانیه که امروز مادر رو سگ گفت فردا در نزد خدا چی جواب میگوید؟ باز برای که بچه سیومم خانه خسورش نرفته است با من قهری است. از روی دویوم عید من از خدا طلب آمرزش دارم و عاجزانه دعا میکنم که حق مادر را خودش برویاند. اکنون شما با یک سؤال من جواب بدید که مردی که زنش را تهمت میکند چیست و آیا با همان زن زندگیش حلال است؟ سخنان باقی مانده را که خیلی دور و دراز هستند بعد از نماز جمعه گپ میزنم ان شاء الله. با احترام یک مادر اسلامی شما از شهر دوشنبه که در نماز شما اشتراک دارد. این بود آن چیزی که از این مادر ما راستی بار شنیدیم و خیلی دادرای عزیز به عزتش قسم انسان خیلی ناراحت می شود که یک مادری که الله در قرآن و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا على وهن و فصاله فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک. چگونه در حق آن جوانی که پروردگار برای او خبر میدهد که من شما را ای جوانا ای بندگان خدا، الله میگوید سپارش میدهم که با این مادرهایی که شما را روز به روز وهنا علی وهن مشقه علی المشقه که مفسران میگن روز به روز وزن تو درد تو در شکم او زیاد میشد، لیکن این مادر درد تو را وزن تو را تحمل میکرد و از پروردگار خواهان بود که پروردگارا در این بطن من یگان زیان و ضرر نیار. دعا میکرد. چگونه ما در حق این گونه جوانی که پروردگار او را سپارش میدهد که با تمام هستی خود در مادر خدمت کن، چگونه صحبتی داشته باشیم. خدا خواهد من جمعه آینده برای این جوانی که برای مادر خود سگ میگوید به نام پروردگار این ارزنده نیست، دادر عزیز بیدار شو، این کاری که تو کردی، این راهی که تو رفتی الله دانا هست، به خدا قسم سگ از سگهای دوزخ میشوی.
این الله دانا هست. او قصه ای که حبیب خدا در قبر آواز خر می شنیدن، از قبر آواز خر می برآمد. سبب او را وقتی که جستجو کردن، جوانی بود که در دنیا مادر خر گفته بود که الله او را در آواز خر یا مثل خر در قبر گردانیده بود. دادر عزیز، تا مهلت داری، اگر جان تا خدا نگیرد و این صدای ما به گوش تو رسد، به سوی خدا توبه کن. زیرا مادر گریه دارد و میگوید ای پروردگار حق مادری مرا از او برویان. شما خودتان اکنون مقایسه کنین که مادری که دعای او در نزد پروردگار پرده ندارد، حجاب ندارد، سه دعا در پیش خدا شنیده می شود. وقتی دعا کند که حق مرا از این فرزند برویان، حال تو چی می شود؟ و این عبادتی تو، این پدر روان کردن تو، این راست و خم شدن تو، همه این دروغ است، همه این بیکار است در پیش خدا. وقتی مادری تو از تو ناراحت می شود. بسیاری بسیار دادرای عزیز، احتیاط کنین، احتیاط کنین. دو سرچشمه هست که حبیب خدا رغم انفو رغم انفو رغم انفو گفتن. مردن بهتر، هلاک شدن بهتر، خال و ذلیل شدن بهتر. وقتی در دنیا مادرت تو یافتی و جنت نرفتی، برای تو هلاک شدن بهتر. ولی دادر عزیز، مادر داری پروانه داری، ولی مادر داری، مادر به حرمتی میکنی، مثل همین جوانی که زن قرآن خوان دارد و شکرانه زن قرآن خوان نمیکند. ولی مادر داری به قدر مادر نمیرسی. اینجا برادرایی که مادر داشتن و خیزمند نکردن، یا مادر داشتن و تا این اندازه حقی او را نمیدانستند، اینها به قدر مادر میرسند. اینا به قدر مادر میرسند که کاش که این صحبت ها را ما در دوره حیات مادرمان میشنیدیم که خاک پای او را بوسه میکردیم و امروز از بهترین جوان مردهای جنت میشدیم. برای این دادر عزیز هوشیار شو. این حق مرا از او برویان گفتگی تو در همین دنیا. ببین حبیب خدا را حدیثش است، بسیاری گناه ها را پروردگار عذاب شد به آخرت میگذارد، مگر برای انسان هایی که پدر و مادر در دنیا عذاب دادن، خدا همین دنیا در روسیاشان میکند، همین دنیا را به قدر و به قیمتشان میکند. برای همین منتظر شو دادر عزیز که همین دنیا را تو عذاب تا میبینی، ولی ببین ما مرده ایم زنده ایم، تو به این عذاب روبرو میشوی. این وعده پروردگار است. بسیار احتیاط کنین، پدر و مادراتان حرمت کنین، به قدر پدر و مادراتان رسید. او علقمه را برای چی زبانش گویا نشد؟ برای چی قصه مشهوره که تمام کتابها و یا روایت میکنن؟ برای آزار مادر، برای خاطر زن مادر از خانه پیش کرده بود. خدا خواهد انشاءالله مادر عزیز من این جواب برای شما جمعه آینده جواب میگردانم با همراهی همان قصه. بعضی برادرها را انشاءالله باز من به گوششان میرسانم که حرمت پدر و مادر چی فایده دارد و ناخشنودی ایشان برای شما چی ضرری دارد. خدا خواهد آینده ما و شما با پررگی آشنا میشویم. السلام علیکم. بابای حاجی میرزا زنی که از گریبان شوهر داشته است، به خانه مادرش رفته است، شوهرش میخواهد او را بیارد، خوشنامنش میگوید که مادرت با همراهی برادرت بیاید، از من بخشش پرسند، من دخترم را میدهم، رفته زندگی کن. با این سوال چی جواب میگوید؟ ای دادر عزیز، اکنون خیلی جای بدبختی هست که زن از گویم گریبان یا ما و شما کشتل میگوییم، یا از کشتل مرد و یا که از گریبان مرد دارد و مقصد از او طلاق طلب کند یا از او رهایی طلب کند و یا قهر کند و خانه رود و باز گفتی اصطلاحای امروزه پرینسیپ ماند که از مادر من بخشش میطلبی و من با تو زندگی میکنم. راستی بار خودتان اختیار کنین، خودتان اختیار کنین. اگر این زن از روی فکر منم یک انسانم، منم غلط میکنم، منم خطاکارم، لیکن از فکر من اگر این گونه زنها اگر امید زندگی داشته باشند، این گونه زنها اگر
خب با امید حرمت شوهر اگر خواهند که حیات داشته باشند، اولش اینها از گریبان شوهر دست دراز نمیکنند. خواهر عزیز، او گریبان شوهر نیست، او آتش از آتش دوزخ است که تو میتپی. تو فراموش نکن، او دست دراز کردی و خواه از ریشی او، خواه از گریبان او، خواه از کجای نباشد داشتی و تو او را زیر تحقیر قرار دادی. تو آتش از آتش دوزخ قپیده، تو او شوهر نه. برای همین اگر تو امیدی زندگی داشته باشی و امیدی گویم که راحت داشته باشی، امیدی ثواب داشته باشی، شرط نیست این شوهر رفته در پیش مادری تو پای بزانو زنده ای مادری تو اکن بخشش طلب کند که مقصد زن مده. اگر لازم شود خواهر عزیز، لازم شود، حالا که من آدم عصبانی نیستم برادر عزیز و گرامی، به نام خدا آن چیزای در ذهن من میگذرد که من به زبانم نمیارم، لیکن برای همین خیل جوانی که باز گویم ممکن خواهش زندگی دارد با تو بر این زنی که گریبان او را میداری، به یگان بخشش طلب کردن پیش مادرت، خودت آمده از شوهرت بخشش طلب کن. خودت آمده پیش شوهر بگو که این دستهای من هلاک شود، این دستهای من سوخته شود. ای شوهر، آخه جانم فدای تو در حق من دعا کن که این دستها روز قیامت عذاب نبینه، تو مرا ببخش. این است آن معامله که خواهر عزیز باید تو کنی. همین جوان من نصیحت میکنم، پات از طرف مادرمون نمان، از مادرش بخشش هم طلب نکن. اگر مادری خوب میشد این پرینسیپا در پیش این داماد نمیمان، بلکه این دست این دختر میگرفت میگو دخترم صد نامعقول کرده، و تو وقتش در نکاحی در راضی بودی، و مال و چیزی این مرده که گرفتی، و نان و آبش تا امروز خوردی. اکو چی شد که امروز این برای تو گنده شد؟ چی شد که امروز تو دستی در گریبان او میزنی؟ آخه این جوان مردا روز به روز بیچاره بی غیرت شده رفتن، یک بار در تاری سرشون برآمدین. اما نصیحت من به خاطر اون نیست که شما در تاری سر مردها برآمده و از کشته و از ریشهای اونها دارین. من اینا را نصیحت دارم به خاطر که حرمت تان کنن، حرمت چان کنید. اگه شما که حرمت نکردین، از اینا حرمت شما چشم داشته باشه. اینا هم آدمن. این چی گپ است آخر؟ از مادر من اگه بخشش پرسید، تو فردا آمده با این زندگی خوب میکنی. این مراد از بخشش چی است؟ زبان کوتاه کردن همین در نزد اونا. حالا بعضیا رفتن، حالا جوانا اومدن اینجا شکایت دارن، وقتی به سر عائله من میریم، کجا آمدی؟ گفتی اکن اصطلاحای مزه سگی گو خورده پشیمان شدی کو؟ این از زبان خسرو خشتامن. این پشیمان شدی کو؟ کجا را میگیری؟ دختر نیست برای تو، رو. اما بجای تو باشم جوان، به نام خدا پام هم طرف نمیمانه. بگذار دخترش ای خودش باشه. این قدر انسان هم که در به قدری باید قرار نگیرد آخر. برای همین خواهر عزیز آمده، اگر راحت داری، راحت طلب داری، آبرو میخواهی، خواهی نخواهی فردا میمری، هلاک میشه، پیش خدا میره. همه را جوابش میگوین. زندگیاتون خوب کنین دادرای عزیز، خواهرای عزیز، زندگی خوب کنین، زندگی نیک کنین، زندگی کنین که آخر در بین شما همیشه تبسم باشد، حرمت باشد. آخر بدبختی شما یک طرف، میلش اگه شما را گویم که ای رحمت خدا دور ماندین، آخر ضررش در فرزنداتون میرسد. هر روز دختری تو، بچه تو جنگ تماشا دارد، هر روز دشنام تماشا دارد، فردا اونا چه زندگی میکنند؟ السلام علیکم اکای حاجی میرزا. ما یک گروه مخلصان ارشدی شما از ناحیه فتخا، ما با 3 سوال با شما مراجعت کردنیم. سوره ها را پس و پیش خواندن در نماز کراهیت دارد دادر عزیز. اگر قصداً پس و پیش کنی، مثلا این سوره فیل است با سوره قریش است. اگر اول قریش خوانی و بعد فیل، حالان که ترتیبش اول سوره فیل میاد، مثلا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میآید، دوم لإلاف قریش میآید.
لیکن اگر شما همین را پساپیش کردین قصدن کنین مکروه است، یعنی گناهگار میشوید. لیکن اگر قصدن نباشد گناهی ندارد برای شما، لیکن اصلاح کنید دادر عزیز، اینا اصلاح کنید. این باید با ترتیبش خوانده شود. دم و دیگدان از دیده اسلام درست است. دعا خواندن یگان گناهی ندارد. شما میتونین که از آیات های قرآن خوانده و بالای بیماری ها دم کنین، یا در آبها خوانده و دم اندازین برای بیماری ها دهین، درست است، یگان زلال زیان ندارد. خب سوم، دعای دست جمعی بعد از نماز. بعضی برادران دعوا میکنن که بعد از نماز دعا جایز نیست، خطا باشد میبخشه. اگه دادرها و برادرها صد نامعقول کردگیم، دعا همیشه دست جمعی میشود. دعای ما و شما همیشه در بین جمعیت فایدهش دیگر است. حتی الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاذکرونی اذکرکم میگوید، یاد کنید مرا یاد میکنم شما را. شما مرا یاد کنید، من همه شما را یاد میکنم. من پروردگار میگوید انا معه اذا ذکرنی، الله همراه ماست. ببین همراه همه ماست، همینجا چند هزاری هستیم، همراه ماست پروردگار رحمتی او وقتی ما یادش میکنیم. اذا ذکرنی خالیا ذکرتک خالیا و اذا ذکرنی فی ملائن ذکرتک فی ملائن خیر منهم. این حبیب خدا میگوید، الله میگوید وقتی که پروردگار، وقتی ما تنها اگر ذکرش کنیم دعا کنیم، الله میگوید با تنهایی من تو را یاد میکنم. اگر شما یک جایه دعا کنین، یک جایه مرا یاد کنین، یک جایه در فکر من باشین، یک جایه همه شما را در پیش ملائکه های دعا میکنم و در پیش ملائکه های شما را یاد میکنم که از شما دا بهترم. ببینید جمعیت است. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث های مبارک، حدیث های صحیح هست، یگان حدیث اینجا یگان اسنادش به ضعیف نرفته است. لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله في من عنده. حبیب خدا میگوید وقتی شما جمعیت می نشینین، اینمی جمعیتی که ما حاضر هستیم، شما اینا دانین که حفتهم الملائکه، این جمعیت دعاست، جمعیت جمعشویش. ملائکه ها ما را چیکار کردن؟ ملائکه ها ما را احاطه کردن. رحمت پروردگار مثل باران هایی که باریده ایستاده است بالای سر جمعیت میریزد. دل های همه شما را خدا آرامش میبخشد. ببین پروردگار نام هر کدام ما را در پیشگاه ملائکه ها نام میبرد. این از فضیلت جماعت. ولی همیشه ما باید با جماعت باشیم، همیشه با دعای جماعت باشیم. خدا خواهد این برای ما و شما افضل است، این برای ما و شما بهتر است. حتی حدیث طولانیه که در مسلم گذرد، ان لله ملائکه، ببین یطوفون فی الطرق یلتمسون اهل الذکر، ملائکه های هستند که آسمان در سیاحت میکنن. وقتی که همین جمعیت که یافتن چیکار میکنن؟ حلموا الی حاجتکم، دیگر ملائکه رو فریاد بیایید اینجا یک جمعیت یافتیم که خدا را یاد دارن، اینجا حضور شویم، از اینجا فایده بریم. برای این داداره عزیز این گپا را مانید. دعای دست جمعی نادرست است، دعای دست جمعی نکنید دیگر. نه، دعای دست جمعی میکنیم، در بین جمعیت حضور داریم، همگیمان به سوی خدا دست میبرداریم، همگیمان دست هامان در روی هامان میمالیم. زیرا که در اطراف مالیدن دستم برادرها اختلاف دارن، دستاتون در رویاتون نمالین. شما نظر کنین در جامع ترمذی خدا خیرش دید، ابن حجر عسقلانی را در سید سابق در فقه السنه میارد، در کتاب صلات از ابن حجر عسقلانی میارد که حضرت گفتن وقتی که مالیدن دست که از طرق ضعیف زیاد آمده است حکم حسن میگیرد. یعنی این دعا کردن و در روی مالیدن حکم حدیث حسن داده است ابن حجر عسقلانی که سید سابق در کتاب فقه السنه میارند. و اینا هم بزرگای خدا، اینا هم محدثن، اینا هم محققن، اینا هم تفتیش دارن. ولی ما تو خاک میدانیم. باور که خیر دانن اما انسان 10 تا حدیث به متنش براویشت میداند.
برای همین این چیزا را اختلاف ناندازین دادر عزیز. بس است که روزای بد و روزای سخت گذرانیدیم، دیگه مردم در تشویش ناندازین. او جوان مرد این منبر مرحمت خواهر در کدام حالت قرار دارد، دادر در کدام حالت قرار دارد. امروز حالت مردم رو ببینید با کدام راه رفتیستند. اینا ماندگی که یک مسئله‌ای که با در بین مردم میخوای گروه‌بازی اندازی، با همین یک ملت یا مردمی که با یکدیگر دوستند، به نام خدا بعضی هم بچه‌هایی که امروز گویم که اگه شاید کارهای ما را غلط میگن، همین تم میبینی با یکدیگر تماما روی نادیده، نمیخواد قطعی سلام کنن. اونقدر همو را ویران کردن، زهرآلودش کردن. برای این دادرای عزیز چیزی میگویم، به نام پروردگار نام کتابهاش و نام عزیزا را برای شما میگیرم. من خودم هیچ کس نیستم، من سوادم ندارم، دانشم ندارم. ما همو پیروی کتابها و پیروی چیزی که در کتابها جمع کردن دوستای خدا که همش محقق محدثن، از نام اینا ما برای شما میگم. برای همین دعامان دست جمعی درست است، دو دستامون در روی هامان میمالیم درست است، همه اینا برای ما و شما درست است. هیچ کس مردم ما را گرنگ نکند.